به نام خداوندی که انسان را خندان آفرید. سلام، طباطبایی هستم، سید جواد طباطبایی. در فرهنگ ما نکات خشونتبار زیادی هست که باید اونا رو پاک کنیم. از تعارف‌های معمولیه که قربونم بری و فدات شم و الهی بمیری بگیرید تا نفرینای مادرها که رو تخت مردش رو خونه ببینم تو بگیرید برید تا دار زدن مجرما و رفتن تماشای این دار زدن و تخم شکستن و شعارهای مرگ بر این و آن. همه اینا زیر خشونتباریه که باید به کمک هم از بین ببریمش. من از ترانه میخوام برم کو خشونت زدایی کردم، گرچه چون خلاف عادته به نظر خنده‌دار میاد، ولی برای من خیلی کار جدیه. راستش به نظرم اصل ترانه خیلی خنده‌دارتره. آخه آدم عاشقشو میزنه بالای پشتی میکشه، بعد با خونش نامه مینویسه. حالا لیلی احمقه و بعضی البته مرض دارن، وقتی نفر دوستشون داره اذیتش میکنن. من سادیست داره، مرض داره، این کارو میکنه. تو دیگه چرا میگی که شستشو بنازی؟ تو دیگه عقلتو چرا دستمون؟ به هر حال امیدوارم که سال 2014 همگی به کمک هم تبدیل بکنیم به سال خشونت زدایی از فرهنگ ما. متشکرم. میخوام برم کو عکس بگیرم از آهو، دوربین من کو لیلی جان، دوربین من کو، دوربین من کو لیلی جان، دوربین من کو. بالای پشتی عاشق رو بوسیدی، بالای پشتی عاشق رو بوسیدی، با روژ لبه لیلی جان نامه نوشتی، با روژ لبه لیلی جان نامه نوشتی. روی چماهت تیره نگاهت برده دل از من لیلی جان، چشم سیاه آه برده دل از من لیلی جان، چشم سیاه. بالای بومی کفتر پرونی، بالای بومی کفتر پرونی، شستت به نازم لیلی جان خوب میپرونی، شستت به نازم لیلی جان خوب میپرونی. روی چماهت تیره نگاهت، روی چماهت تیره نگاهت برده دل از من لیلی جان، چشم سیاه آه برده دل از من لیلی جان، چشم سیاه. هر دم بگردم دره به دره، هر دم بگردم دره به دره،